من را قید کنم که قرار سود نوحه فردوسی از 23 ایول سال جوری و امروز قرار کساتونی سود شهر دوشنبه هر دوشم غیر قانونی میباشد. من بسیارتر میگویم که به اساس و غیر ابیکتیوی میباشد. برای آنکه ضروریت در حبس پیشکی داشتن شهرت قدرت وجود ندارد. اگر که سود نوحه فردوسی روز 23 از روی پیشنهاد مثل مقامات تفتیشاتی اوید که وای گریزه شدنش ممکن، خلل رسوندنش ممکن، محدودیت آوردنش غیر باشد، در دوام 10 روز علاقه همه عملیات مثل تفتیشاتی پیشکی برگزار کرده شد. دیروز پریروز قرار درباره همچون عیبدار شونده با جوابداری کشیدن شهرت قدرت قبول شد و پرسیش همچون عیبدار شونده برگزار گردید. علاقه یگان مثال که ضروریتی در حبس پیشکی داشتن برای تفتیشات پیشکی نمود و همینجور رو با تاکید میکنم که در دوام این که تا حال به سود میرد من نمیرد در دوام عملیات تفتیشاتی ممکن که یک هفته به یک بار، ممکن 10 روز به یک بار یا که دیگر ششته نشمکن. حتی همین تفتیشات پیشکی با تفقیقگاه تفتیشاتی یا که در سیزویی که در جا شهرت قدرت فاضل جایگیر می باشد همجا رفتنشون هم خودش امر محال است. در دوام بسیار وقتا نمیرن. از روی این من فکر میکنم که این برای آن که همین تفتیشات پیشکی ابیکتیوانه و همه طرفا برگزار نگردد و بسیارتر مقامات تفتیشاتی یک طرفه همچون به طرف عیبدار کنی حجت‌های سندهای پرونده جنایتی رو پورا به اتمام رسانند و به سود پیشنهاد کنند. تنها برای این چیز این گونه قرار را قبول کردم. جناب زایروف، اقدام بعدی شما چگونه خواهد بود؟ من اقدام بعدی خود رو علاقه پگای دیگر و روز دوشنبه پورا اعلام میکنم و یک چند نماینده. من فکر میکنم که تا امروز نسبت مقامات تفتیشاتی خصوصا در برآمدم اینجا گفتم من بسیار نارضا هستم از نشست مطبوعاتی عبدالفتاح غایب که وای احتمالات بیگناهی پرینسپ احتمالات بیگناهی در کنستیتوسیه و ماده 15 کودکس مرافع جنایتی تاجیکستان اونجا اینیکا اضافه است. اینا پورا ویران کرد و این گونه برای رهبر یک مقامات دولتی تماما نه تنها نمیزیبد. این من فکر میکنم که حقوق ویران کنی جدی میباشد و از این هفته ما تاکتیک و استراتژی حمایه خود رو پورا تغییر می‌یابیم. روزهای نزدیک شما از این در این باره آگاه میشوید. یک سوال دیگر، شما مثلا رویه شهرت قدرت رو چگونه بها میدهید و چون طوری معلوم میشد با چند اتهام نوام در بالای او مثلا بار کردنی هستند؟ من همین چیز رو میگویم که روحاً شهرت قدرت بچه استوار است و در موقع خودش استوارگری کرده میتواند. من اطمینان کامل دارم که وای جنایت وزنین که در ماده 320 کودکس جنایتی اینیکاس یافته است اینا صادر نکرده است و همین مثال وای دستگیریش این پورا پرووکاسیون می باشد و همین چیز را با تاکید میکنم که ما از جانب حمایه همه در چارچوبه قانون بودگه اما واسطه و امکانیت استفاده میکنیم که شهرت قدرت را حمایت کنیم. یعنی احتمالاتی مثلا دیگر اتهامای نو وجود دارد از نظر شما؟ البته این گونه احتمالات وجود دارد و حتی تا امروزه شما من در اینجا شاهد بودیتون که من یک چند بار تاکید کردم که انامین زاپیسوی اودیو دیگر برای ما حال دسترس نشده است، ولی طرف دوم طرف پروکورور علاقه همه چیز رو شناس شدگی، یعنی این نوبرابری طرفیان در مرافع سودی هم قرار دارد. اینجا ادوکات خبر ندارد، حمایتگر خبر ندارد، حتی گمانبر شده خودش خبر ندارد، اینا گوش نکرده است. طرف پروکوراتور طرف عیبدار کننده در این باره همه چیز خبر دارند. این از جانب مقامات تفتیشاتی از جانب اجنسی ضد کروپسیون پورا ویران کردن قانونگذاری میباشد.